سلام. گوسفندا رو آوردیم واسه چرا داخل زمین های سفال. این گیاهی که میبینین به محلی ما بهش میگیم قردالو. این هم گوسفندا. این گیاه واسه گوسفندا خیلی خوبه، گوسفندا هم دوست دارم، ولی این گیاه رو بیش از حد که این تخماشو بخورن گوسفندا باعث میشه گوسفندا رو معده‌شون فشار بیاد و معده‌شون باد کنه. و این گوسفندی که اکنون میبینین این گوسفند افشاره و داخل این گله گوسفندهای افشار و گوسفندهای چینی، گوسفندهای دورگ افشار، گوسفندهای ترکمنی، گوسفندهای قزل افشار و بزها هست. و این گوسفند ترکمنی است که اینها همگیشون آبستن و تقریبا تا 1 ماه دیگه زایمان میکنن.